پس چرا جوری رفتار میکنی که انگار تو تله انداختمت؟ دیروز داداشت اومد شرکت دردسر درست کرد، گفت آبجیمو گول زدین. خب حق نداشت. این که هنوز اینطور فکر میکنی ناراحتم میکنه آسیه. ما با هم یه توافقی کردیم، باید به توافقمون عمل کنیم. ببخشید آقا قدرت، اما دیگه اون توافق بینمون هیچ معنی نداره. از پسرتون جدا شدم، یعنی برای نزدیک شدن به پسرتون که ازتون متنفره نمیتونید از من استفاده کنید. حالا برای شما با یه بازیگر معمولی تفاوتی ندارم. فکر میکنی تولگا به راحتی ازت دست میکشه؟ اگه اینطوره اشتباه میکنی. تولگا به من رفته، دیر عاشق میشه.